امکان اینکه هر رشته و فعالیت ورزشی رو بشه به صورت خودآموز انجام داد وجود داره، اما از اونجایی که شرط اول و آخر هر فعالیتی ایمنی هست، آموزش باید طبق استاندارد و زیر نظر مربی صورت بگیره تا این شروط تضمین بشه. با من صبیحه عرب همراه باشید تا مرور کنیم بر پروسه تیکاف در ایمن‌ترین حالت ممکن. به صورت کلی تیکاف پاراگلایدر یک پروسه‌ای داره که اولین مرحله از اون آماده سازیه. ما با هوشیاری کامل در سایت حضور پیدا می‌کنیم و با توجه به شیب، موانع و جهت باد بهترین مکان رو برای باز کردن کانوپی انتخاب می‌کنیم. در این مرحله خلبان باید بال رو به صورت یو و عمود به جهت باد پهن کنه و بعد از اون به سراغ چک کردن لاین ها بره. در اینجا باید تمام لاین ها رو، لاین A، لاین B، لاین C و همچنین بریک رو تک تک چک کنه و مطمئن بشه از اینکه گره‌ای در اون وجود نداره. قسمت دوم مرحله آماده شدن کنترل های قبل از پروازه که خلبان قبل از اینکه هارنس رو بپوشه باید حتما کمکیش رو چک کنه. اوکی. بعد از چک کردن کمکی هارنس رو میپوشن. کنترل نهایی از این قراره چک کردن بند پا، بند شکم، سینه، کلاه، کارابین ها و اسپید ها و رادیو چک. اوکی. و در مرحله آخر آماده سازی خلبان باید با توجه به شناخت استابلاین، شدت، سیک و جهت باد تجسمی از محدوده تیکاف و تکنیک مرتبط با اون رو داشته باشه و به مرحله لانچ برسه.